سلام، ما آمادم با یکی از ویدیوهای دیگه. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشه. نماز و روزای همگی شما قبول درگاه حق باشه. امروز میخواییم با هم طرز تهیه اینان خوشمزه وطنی درست کنیم، همیت نازک و همیت خوشمزه و نرم. بریم که با هم درست کنیم. Let's go. اول نیاز داریم به 5.5 لیوان آب ولرم و 1 قاشق چایخوری نمک، و حال نوبت خمیر مایه. و من از این قاشقای چایخوری 1.5 قاشق چایخوری خمیر مایه انداختم. و حال نوبت اضافه کردن شکره. 2.5 قاشق چایخوری شکر. و به نصف گیلاسم روغن نیاز داریم. فرق نمیکنه روغن زیتون باشه یا روغن وشتبل باشه، فرق نمیکنه. شما هر جوری که دوست دارین میتونیم هم استفاده نکنیم. و حالا این مواد با هم میزنیم. و حالا نوبت اضافه کردن آرده. و آرد دوستا به مقدار ضرورت. و ها دوستان، نگفتنم نمانه، تازگی ها خیلی حمایتتان کم رنگ شده. لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید، فالو کنید، شیر کنید به دوستانتان و کامنت های قشنگتان منتظر هستم. و حالا اینا رو به هم میزنیم با همین قاشقی که داریم. و من احساس کردم که اینجا بازم نیاز دارم به آرد و دوباره آرد اضافه میکنم. و حالا دوستان میتونین با هر چیزی که دارین، بال سگ یا با دست خود، هر جوری که راحت هستین میتونین آرد خور یا همین خمیر خور به هم بزنین. که من با دست خود راحت ترم و از دست خود استفاده میکنم و من قبلا دستای خودش شستم. ببینید به همین اندازه قشنگ زیر رو میکنه. تا ذره از آرد باقی نمانه.
ها دوستا اینجا من احساس کردم که دوباره هم با آرد نیاز دارم. دوباره آرد اضافه میکنم. من به 3 مرحله الی 4 مرحله آرد اضافه کردم. و حال اینجا خمیر خو چپ رو میکنه یا زیر رو میکنه. به این شکل. و دوباره آرد اضافه میکنم چون که هنوز احساس میکنم که آرد یا خمیر به دستم میچسبه. و حالا نگاه کنیم که بیزی اندازه خمیر ما آماده، به دست من نمیچسبه و روی اینا آرد میپاشونم. آرد به همه جا پخش میکنم تا دستمالی که میذارم به خمیر نچسبه. و من از یک دستمال تمیز استفاده کردم و حالا میمانم برای نیم ساعت یا 30 دقیقه. رویشم با یک پتو یا ملافه میپوشونیم و حالا دوستا به این شکل به زواله های کوچیک درست کردم. و ها دوستای عزیز به ما بگوین که در کامنت ها که شما به زواله خمیر چی میگین به شهر خود به جایی که میشینین. و حال خمیر به زی اندازه پهن کردم داخل ما ظرف و حالا میذارم داخل فر و دمای فر به 500 درجه فرنهایت درست کردم. و حالا ببینید دوستای عزیز چقدر یک نرم ملایم نان خوشمزه وطنی. حتما درست کنید و کنار خانواده تان لذت ببرید. این نان همراه چای صبحانه، همراه غذاهای خورشتی خیلی خوشمزه است. و ها دوستا ناگفته نماند که کانال مرا سابسکرایب کنید، شیر کنید، لایک کنید و منتظر کامنت های قشنگتان هستم. الله حافظ و نگهدارتان.